چگونه در وینه یک ببازیم با مستر داموس. آقا خوش اومدی به یک ویدیوی دیگه. آقا تو این ویدیو قراره یکی از ترکیب‌های امارمان که یکی از خفن‌ترین ترکیب‌ها هستش اومدیم تست بزنیم، چون ویدیو قبلی بهتون قولش دادم با یکی از ترکیب‌های ایکسپو پلی بدم و هنوز رو نکردم، گفتم اینو این دفعه رو کنم و اومدیم یه تستی بزنیم و تو کلاسیک وینه یک باختیم سر این قضیه. گفتم یه اینترو خفن بگیریم. بچه‌ها اول کامنتتون بزنید، حمایتتون احتیاج دارم و واقعا میخوام دارم زحمت بکشم، دارم عرق میریزم. کلا اینجا هوا گرم و این داستانا داریم ویدیو میگیریم، واقعا سخته یکم و ما باید الان صبر کنیم این کارتای دیگه شو چی میندازه. خب یه نایت از عقب و تو این ترکیب باید صبر داشته باشی. خب اشتباه کرد 100% اشتباه که 100% کارکتر رو میندازیم. اشتباه بزرگیت همین الان کارکتر انداخت. صبر داشته باشین بچه. این پلیر متاسفانه مغز و کلش نیست و راحت شاید بتونیم بزنیمش. هانتر خونجه یه اسکلت میندازم بتونم جلوشو بگیرم تا یه حدی. خب یه فایر اسپریت. خب اینجا میتونم ترتیبشو. وای حاجی آموزشی. وای حاجی لوگ آموزشی یا خدا. خب بد پلی دادم، خدای قبول دارم بد پلی دادم ولی اشکالی نداره. یه نایتو یه اینو میرم یه وقت گن شاید بزنم ولی اشکالی نداره، کاش نمیتونم کنم. آقا ترسیدم گفتم یه لایک بزنم شاید بگیره، از شانس ندارم به خدا، من هیچ وقت شانس ندارم. خب و ما یه ذره با مهلت بدیم، یه ذره به همدیگه مهلت بدیم. یه هانتر از عقب میرم، یه فای اسپریت اینجا یه دونه ایکسپو میرم. اشتباهی بدی کرد. خب اونور گرفت. یه فای اسپریت دوباره یه دونه ایکسپو 100% یه هانتر ایوا هم میندازم. خب اینجا یه دونه هانتر ایوا با تمرکزی پلی بدیم. تمرکزی. خب با یه آیس اسپریت هم میندازم، یه اسکلت هم از عقب، یه فای اسپریت، دوباره یه هانتر. این ترکیبی که از سایکل ترین ترکیب هست دوستان. خب اینجا یه لاک میزنم، دوباره یه فایر اسپریت، دوباره یه اسکلت، دوباره یه ایکسپو دیگه. خب نایتو میندازم، میصرفه که بندازم. خب یه آیس اسپریت گرفتیمش تقریبا. خب دوستان گرفتیمش، یه دونه سمت راست ایکسپو میریم، فشار رو بتونیم لازم رو بهش بیاریم. خب بردیم دوستان، مچ اول بردیم، خیلی شیک و پیک. اگر مچ اول خوشتون حتما رو کامنتو بزنید دوستان، دارم زحمت میکشم و این دوستانا. اوه 4 ستاره بابا دهن سرویس. خب این چیه که داری هی میگی؟ بریم. امیدوارم زد نخوره. دیدم ترکیب دیگه خیلی جواب نیست. کلاسیکای بعدی رو استارت میزنیم و میریم. شاید ویدیو 25 دقیقه بشه، شاید 30 دقیقه بشه. من سعی میکنم تا ویدیو 25 دقیقه بتونم جمعش کنم. حالا شاید کلاسیکو تمام کنم، شاید نکردم. یا آیس اسپریت. خب اینجا هم یه دونه نایت. هانترم اینور میندازم برای حمایت و اینورم اسکلت.
خب دمیج خوبی دادیم تقریبا، یه مقدار تونستیم بهش دمیج بدیم و فای اسپریت رو چیز باید بندازیم دوستان. خب میدونیم یه آیس اسپریت انداختیم، بریم چیکار میکنم. خب ولش کرد. خب نمی کنم چیز دیگه داشته باشه، پس سعیم میکنم که با نایت و هانتر بتونم حملهشو جمع کنم. خب بهترین کارو کردیم، شاید هم جلوش چیز خفن‌تری بیاد، معلوم نیست. ایکس با میندازم. خب اسکلت هم میندازیم، یا اکس اسپریت اینجا. خب اینجا هم یه دونه لاک. تمام، حملهشو قشنگ جمع کردیم دوستان، قشنگ کار در آوردیم. خب اینجا یه حمله دیگه میزنیم، 100% باید بزنیم. خب اینجا هم یه هانتر، یه لاک. خب گرفتیمش تقریبا. خب اینجا هم یه هانتر دیگه، دوباره یه دونه ایکسپلوی دیگه میندازیم. همینطور باید فشار بیاریم دوستان، همینطوری باید فشار بیاریم دوستان، فشار بیاریم، فشار بیار. تمام. خب هانتر هستم تو چپ و زمان تمام شد دیگه. تو ایکس با کالکتر باید خیلی مراعات کنین دوستان گل، خیلی باید حواستون رو جمع کنین و کاراکترتون رو به موقع استفاده کنین، ایکس باتون رو به موقع استفاده کنین، هانترتون رو حتما سایکل کنین که بتونین ایوش به دستتون رو کلی کار بتونین انجام بدین، هم دفاع رو انجام بدید هم حمله. بهترین کار همینه دیگه، وگرنه کاری باش نمیشه انجام داد. خب اینم بذاریم اینجا. این اکانت یک اکانت دیگه همه، حالا دارم پلی میدیم و این داستانا. گفتیم با این کلاسیک بزنیم چون $700 چیز داره، جم داره و این داستانا. بریم. گفتم دوستان من پلیر خاصی نیستم، من فقط دارم تست ترکیب میزنم و براتون ویدیو میگیرم و بذارم. نه من ادعایی دارم تو این بازی، نه چیزی، نه میخوام بگم نه 20 وین دارم و این داستان. من سعی میکنم که تولید محتوامو داشته باشم، بتونم کارمو انجام بدم و خب فایربال تقریبا بدی زد. خب بریم یه کاراکتر بکنیم که بتونیم راحت‌تر جمعش کنیم. خب تقریبا هم رید هم نرید. خب اون سعی میکنه که این اکسپور دفاع کنه، بریم چجوری میخواد دفاعش کنه. خب اینجا یه دونه لاگ، یه دونه آیس اسپریت. خب تقریبا تونستیم بگیریمش. نایت. خب هانتر ایو اومد دستون، از هانتر ایو که اومد دستون بهترین نحو استفاده رو ببینید. الکی نندازش دوستان، همینطوری نندازیدش، یکم وقت بدین، وقت دادین اوکیه. نمیخوام زیاد دمیج خاصی بخوره، برای همین فای اسپریت رو انداختم، چون اگه ولش میکردم شاید میتونست بدترین دمیج رو بزنه. خب اینجا سایکل بازیمون رو داشته باشیم. اکسی 2 برابر شد.
خب یه فای اسپریت عقب، کالکتر. بهترین موقعش بود که کالکتر رو استفاده کنیم. خب یه دونه هانتر با یه دونه چیز میندازیم. دهن سرویس. خب یا ایس اسپریت، یه دونه کالکتر دیگه، یه کالکتر دیگه میندازیم که بتونیم اینو راحت تر بگیریم. یه هانتر، یه نایت جلوش، و به فایر اسپریت و وسیله‌های دیگه هم بندازیم دفاع راحت تر بشه و بتونیم کارو در بیاریم. وای حاجی گرفت، حاجی گرفت بابا، بزنش نذار اون بزنه. واجی مورتال خیلی زده به قرآن قسم. ستم نکن با من. خب خب یه هانتر برای دفاع. خب گرفتیمش تقریبا. یکی دیگه همینطوری باید بزنیم فشار بیاریم روش. بابا این همینجوری با لیتر پرنس داره میزنه بابا، ول کن خدایی. خب هانتر همینطوری باید ادامه بدیم، همینطوری ادامه بدیم. خب خب بردیم دوستان، بردیم تقریبا. گود گیم. خب شانس آوردیم، از کون قشنگ شانس آوردیم. حاجی چه استرسی گرفتم ناموسن آخر سر. دهنت سرویس، ناموسن دهنت سرویس. کونم قشنگ جر خورد، باز شدم. خب فای اسپریت از عقب، نایت میندازم. احتمالا شاید لاک بیت چیزی باشه، برای همین لاگو نزدم. لاک بیت هم هست بهتون گفتم. حالا کاراکتر رو نمیندازم، نه انگار یه چی دیگه است، بس مهم نیست. خب هانتر کالکتر رو میندازم چون فایبارش زده دیگه. هر موقع دیدین اسپیس سنگینش زده 100% چیزتون رو بندازید، کاراکترتون رو بندازید. خب بازم مورتال خودتونم دارید میبینید که چقدر مورتال زیاده و همینه دیگه، داستان شما همینه. واقعا ستمه، شما مورتال پلیرها خیلی دارین اذیت میکنین بقیه رو. ابوالفضلی نرف چرا نمیخوره این مورتال؟ چقدر شما زیادین. بیا 100% چیز رو میندازیم، حمله قشنگ میندازیم. گرفتیمش. خب خب گرفتیمش، ولی اگه مورتال بندازه کارمون تمومه. پس برای همین باید هانتر رو واسه دفاع استفاده کنم. اینجا رو یه دونه نایت میندازم. این قراره چست دمیج بده، چون کلا مورتال اینطوری که باید چست دمیج بده بتونی بگیری تاور رو. به جز این نیست. یه هانتر
بهتون میگم داستان چقدر هانتر چه استفاده کنم بهتون میگم. بیا دیدی این دلغک پلیر مورتالشو انداخت، خودتونم دیدید دیگه. خب ول کرد، گرفتیمش، پارش کردیم، خیلی شیک و مجلسی، برامونم مهم نیست. کالکتر رو نمیندازیم، برامون مهم نیست. دوباره یه دونه چیز میندازیم. خب لاگو بده سری لاگو بگه. خب حاجی خیلی این بشر زده حاجی. مورتال پلی به قرآن قسم ویدیو هم برید نگاه کنیم، مورتال خیلی زیاد شده ابوالفضل قسم. بابا از این مورتال ناموسن بکشید بیرون، خدا شاهده. باید همینه بشینیم دفاع کنیم دیگه، خود چیکار کنم. نگاه کن نرف نمیخوره این کارت جدیده نرف نمیخوره، قراره پارم کنه دیگه باز. باید بچسبونیم به مورتال قشنگ، باید بچسبونیم. اینجا هم یه دونه آیس اسپریت. حرکت ها رو میزنیم، برای من مهم نیست میخواد چیکار کنه. خب اینجا هم یه دونه هانتر وام میندازیم. خب کارت جدیده رو میزنیم. خب حاج این کارت جدیده به خدا یکی از سوپرترین کارت هست، من نمیتونم اینو بگیرمش. بیا داره سایکل میکنه دیگه. ناموسن ستم خدایی، نگاه کن خدایی ستم و نگاه کن، خدا شاهده. بیا نگاه کارت جدیده رو میندازه پارم میکنه دیگه. داداش من اسپل سنگین ندارم، خب چیکار کنم؟ خب من اینطور چجوری بزنم؟ گود گیم بابا، کس سننت. خب بابا بی ناموس بابا، تو چیکار؟ من چجوری تو رو جمع کنم آخه؟ بابا کس من چجوری جمع کنم؟ کس من تو رو چجوری جمع کنم آخه؟ یه ترکیب میچینی اذیت میکنی دیگه. خب میزنی میگای میره دیگه. خدا داشت چه ترکیب؟ اون کارت جدیده چرا نرف نمیخوره؟ اندازه خشک هم داره باف میخوره تازه. لاگو میدم ببینم چیه دازه. این بد دمیج میده اگه بخوام ولش کنم. میصرفه کالکتر رو بندازیم حاجی، با اینکه نمیدونم منو اسپل سنگین داره یا نه. آنتر رو انداختم واسه دفاع. بیا تازه الان نتم شاید اذیت کنه، معلوم نیست. به خدا اینا دلغه کن، اینا پلیر نیستم به قرآن قسم. حاجی اینم مورتال الان در میاد. بشید نگاه کنه ابوالفضل. بیا دارت گوبلی میندازه سر پل، من چجوری اینو جمعش کنم با اسپریت هانتر؟ همینطوری باید پلی بدیم دیگه. نگاه کن من خشتکش یه مورتال هم میکشه بیرون، نگاه کن. یه دونه چیز میندازیم. بیا آیس اسپریتش ایوا هم جمع کردیم، هم کل کارتاشو با هم میره جمع کردیم. خیلی هم خوب. خیلی تو دلغکی یعنی. ببین الان یه گالم اکسیر یه چیزی تو خشتکش در میاره دیگه. ما چی بگم؟ اونجا آیس اسپریت
خیلی دلغکی دارم، همش دفاع میکنم، حمله ندارم قشنگ. حالا اکسی 2 برابر شد، انشالله بریم میتونیم چند تا کالکتر بکنیم بتونیم جلوشو بگیریم حداقل. خب از همین الان حملات رو شروع میکنیم بتونیم بزنیمش، چون اگه کم بیاریم دیگه واقعا نمیشه زدش. خب اینجا هم یه دونه هانتر با یه دونه چی میندازیم بتونیم جلوش حداقل بتونیم این مقدار بگیریم. و خدا داشت تقریبا تونستیم بگیریمت. بگیرمت، بزنش هانتر. مرسی هانتر، گود گیم. واقعا مورتال زیاد شده، من ضدم همش. اینو میچینی مورتال یه ورژن دیگه میده، جرم میده. این یه چی دیگه برمیدارم، یه ترکیب دیگه برمیدارم، یه چی دیگه برمیدارم، یه جر من بازم میده. فرقی با حالم نمیکنه، خدا شاهده. اینم ساعت ایکسپو پلی دادنم دید. ایکسپو پلی دادنم میدی. من نمیدونم با چه جوری پلی بدم دیگه، واقعا خدایی. بیا دوباره همون دلغک اومد. بیا تازه ریورک هم شده کوره، قراره دهنمون هممون صاف بشه قشنگ. بشین نگاه کنید داداش، منطقی به قرآن. چیز بندازیم حاجی، یه دونه لاک بزنیم بتونیم جمعش کنیم. این تیکه تیکه داره دمیج میده کلا. نمیدونم چیز داره یا نه، ولی حسم میگه داره. بس یه دونه حمله بزنیم ببینیم چیا داره. یه اسپل ضبط داره، یه جلاد داره. خب یه مقدار میتونیم بهش دمیج بدیم که خیلی خوبه. یه فای اسپریت خیلی هم خوب. کالکتر رو نمیدونم هنوز این راکتی فایربالی چیزی داره، ولی زپو داره که میتونه یه مقدار اذیت کنه. یه آنتر از عقب. این دوباره شروع شد کوره انداختن، قراره تیکه تیکه ما باز دمیج بده دیگه مثلا. خب اینجا یه دونه ایکس رو میندازم با اینکه هیچ کالکتری نکاشتم. یا ابوالفضل، یا قرآن، من اینو الان چجوری بزنم؟ یا آنتر ایوو. یه دونه لاک میزنم بتونم یه مقدار جمعش کنم. نمیدونم من بنده توی تو. خب بابا این هنوز چرت و پرت میخواد بزنه. بابا ول کن، خدایی ول کن. مچاپ به خودتون ببینید دیگه. ساعت دلغک بودن اینا رو خودتون ببینید دیگه. من چی بگم؟ بیا واسه چجوری هنوز چی میزنی آخه؟ تو لایتو از کجا تا آوردی؟ وای حاجی، همینطوری بخواد پیش بره چونم میذاریم.
بزنش. بابا ول کن جون جد ترکیبو دیگه، اذیت نکن خدایی داری اذیت میکنی. خب حالا من اینو چجوری باید بزنم؟ خب نگاه کن، دلغه کن، نگاه، یا قرآن. او داداش خیلی پرو پلیگری داداش، داشتم یعنی پرو پلیگر تر از تو من ندیدم تو زندگی. هاش خب الان من اینو درستمو نمیتونم جمعش کنم، این یه گوی میخوره، لایت میزنه، پارم میکنه دیگه. خودتونم دارید میبینید دیگه، من نمیدونم چی بگم. گود گیم بابا، گود گیم. پارش کردم ولی به چه شرطی؟ زمان 3 دقیقه وقتمو گرفت دیگه، قشنگ جیرم داد. همچین مچاپایی به من میخوره دیگه، چیکار کنم؟ کلاسیک بهت همچین مچاپایی بهم بخوره. کارش نمیتونم کنم. بزنیم چقدر ضبط کردیم؟ 27 دقیقه. مچ آخر دوستان. خب وسط یه نایت میکارم. خب دریله مچاپ، دریله هنوز معلوم نیست بتونم بزنمش یا نه، هیچ معلوم نیست. و زیاد دل نبندیم هنوز. نکنه نسخه شرک رو برداشتی آوردی مشتی؟ نه حاجی فکر نمی کنم نسخه شرک باشه. خب من اینو بزنم پویزن میکنه دیگه، باید پویزن کنی. آره خب ریدی. باید پویزن کنی دیگه، نمیشه که. با گوبلنشتاین میخوای بزنی؟ لای بدی زدم ولی دیگه چه میشه کرد، دیگه کارش نمیتونم کنم، خدا شاهده. این فکر نمی کنم زیاد پلیر خاصی باشه ولی اوکی قبول میکنم. بازم میگیم اوکی آقا. خب اینجا میگه خودمون یه دونه فایس بیت میندازیم. بریم برای کالکتر دوم. بریم برای کالکتر دوم. این سمت میندازیم دوباره. خب یه نایت این سمت میندازیم. خب یه هانتر، دوباره یه ایکس بوی دیگه و همینطوری حملات رو باید ادامه بدیم دیگه. اگه دوستان میبینید سکوت دارم میکنم، دارم چیز میکنم دیگه، تمرکز میکنم که بتونم اینا رو بزنم. واقعا نیاز دارم. خب واقعا تمرکز نیاز دارم که اینا رو بتونم بزنم. خب یه لاگم میزنم. خب یه دونه دوباره چی میزنم. دوباره کاراکتر، نه ایکس با میندازیم.
یا ایس اسپریت یا هانتر ایوو. خب همینطوری با پلی بدیم، اسپم بدیم که بتونیم آخر بگیریمش دیگه. خب اینجا میگه لاک میزنیم دوباره. یه هانتر دوباره یه دونه از این هانتر میزنیم. اکسپار میزنیم، اشتباه کردم. بابا خب کنون میکنی دیگه. خب من چی بگم به تو؟ خب اینجا میدون آیس اسپریت و فای اسپریت میزنیم، همینطوری باید ادامه بدیم. بابا این همینطوری داره سایکل میکنه کنونشو. خب من چیکار کنم؟ خب کاری از دستم بر نمیاد دیگه. خب کسی کاری از دستم بر نمیاد. خب بی‌ناموس کاری از دستم بر نمیاد. خب کسه نه فراد تو سیدشی، تو تشبه ما همه چی خوبی، تو میتونستی ولی خودت نشدی. آره داداش آره. ممنون که ویدیو رو نگاه کردید آقا. واقعا دیگه نمیکشم اینو با این ترکیب پلی بدم. ممنونم که کامنتتون حتما بزنید، حمایتتون رو انجام بدید بی زحمت که بتونم یه انرژی بگیرم واسه ویدیوهای بعدی و خدا نگهدار.